من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفتند کدام انسانی که اگر در ماه مبارک رمضان خرسند می شود، ماه رمضان آمد خرسندی میکند که ماه رمضان و داخلش خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید که من جسد او را نمیگذارم که در آتش دوزخ بسوزد، من نمیگذارم که در عذاب من دوچار شود. شخصی که با داخل شدن ماه مبارک رمضان چکار میکند؟ خرسند میشود، غمگین نمیشود، خرسند میشود. برای چی؟ برای چی؟ صاحب کتاب میگوید داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرینک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. هر وقتایی که ماه رمضان فرا می رسد کشاده می شود، روز اول صاح العرش و الکرسی و الطیور فی الهوا السمك فی الماء الشمس و القمر و النجوم ما دونهم یقولون. کرسی صدا می داده است، کرسی الهی. عرش صدا می داده است، ملائکه ها صدا می دادند، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، پرنده های در آسمان، ماهی ها در زیر آب، تمام حشرات هایی که در روی دنیا جان دارند. صاحب کتاب درة الناصحین می گوید همه اینها صاح فریاد می زنند. چی می گویند؟ می گویند طوبی لامت محمد صلی الله علیه و سلم بما عندهم عند الله من الکرامه. خوش به حال امت محمد صلی الله علیه و سلم با آن چیزی که در نزد خدا از برای اونها هست در این ماه مبارک رمضان. یعنی آن ثواب و آن اجرهایی که در این ماه مبارک رمضان است اونها با خبر هستند، اونها میدانند. خوش به حال امت محمد که بر این ماه مبارک رسیدند. حدیث قدسی است که خداوند میگوید کل عمل ابن آدم له الا صوم فانه لی وانا اجزی به. خب چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید، خداوند میگوید که همه عمل فرزند آدم از برای خود وی است مگر روزه. روزه از من است، زیرا که بنده از خاطر من نه طعام میخورد، نه شراب مینوشد، نه همراه زنش خانه‌داری میکرد، همه از برای من است. از این خاطر جزا و مکافات آدم روزه‌دار من خود میدهم. خداوند خود وعده کرده است لأن الحسنات مجتمعة و طاعت مقبولة و دعوات مستجابة و الذنوب مغفورة و الجنة مشتاقة لهم. صاحب کتاب میگوید زیرا اینکه در ماه مبارک رمضان
نیکی های شما 1 به 700 ضرب کرده می شود. تمام طاعتی که شما نیم کاله هم که انجامش میتین خداوند اون قبول می سازد. دعایی که شما به سوی خدا می بردارین دست هاتون طلب بکنین خدا قبولش میکند. گناه های شما را خداوند مغفرت میکند. بازم همه این چه است؟ جنت مشتاق آدم روزدار است که آدم روزدار را در داخل خودش جنت به اذن الهی جای میکند. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده میشوند، درهای آتش دوزخ بسته میشوند و شیطان ها در تمام روی دنیا بسته میشوند. در این 1 ماه تمام مردم مسلمان برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونی با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشویم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میمونیم. انشاءالله در باب این فضیلت های ماه رمضان با شما صحبت ها میکنیم. الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعدن چیکار کرد؟ خیلی هیچی گپی ندارد گفت، گرفت بازن خودش خانه‌داری کرد، یا طعام در پیشمان خوردن گرفت، یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن. اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این 1 روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روز روزه ندارد، کفارت چه ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است. در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما
استفاده میکند کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم هست، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک شد. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در یک روز قضا میگیریم. کفارت در گردن ما نیست. و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند. فقط کفارت برای همین روزهای فرضی هست. در یک روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در یک روز روزه میگیری. کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصداً میخورد. برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در یک روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان را که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا، 1 روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چکار میکنی؟ 1 روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخراند، مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخراندن. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصدن روزه تون میخراند، در این صورت هم شما در یک روز روزه میگیرید. او فعل بزن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تا حال شب است، بیرون میشود که الکی روز شده است. این آدم هم چیکار میکند؟ در یک روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد، در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عباره‌اش نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی خواب گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المسام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است، وازلین است و دیگر چیزایی که استفاده می، اینا باکی ندارند. اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیر شکی اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخلش ما و شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال می اندازیم. یا اینکه سنگ پاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روز روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصدن کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دل شراک میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصدن اگر شما خود دلتون شورانده و پرتافتین، با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیرین. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتن؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه، فانما اطعمه الله و سقاه. برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد.
این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطاً نه بلکه نافهمیده. آدم فراموش میکند گاه که من روزدار نیستم میخورد، اینت شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند بیدار میشود که احتلام شده است. در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آبازی کردن بر روزه هیچ ضلال زیان ندارد. رفته آبازی تو نمیکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود همون احتلام میشه، این صورت هم در روزه تو ضلالی نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم‌های اصلا زکام میشوند، مثال سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد اگر در مشام شما در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند. اگر بوسه کند یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر انزال شود اینجا قضا میدارد. زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد من کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساس کند. میگد عایشه صدیقه یه حدیث روایت کردگی هستن در صحیح مسلم میگذرد، میگد گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه ها فهمیدن که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبوید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمین از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمین از شهوت هست برای باکی ندارد. لیکن اگر ایمین نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد شما را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خواهیگان نوع اطعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما نمیشکند. با خایدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل از کم است، با خایدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمیرود. از این خاطر اگر دانه ارزن وارد شده که اگر در حلق شما رفت و او را خایدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد.
چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خاییدن نان هم یا خاییدن یگان نمودی میوه هم، این هم خاییدنش، فرو بردنش نه، خاییدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد، مگر اگر طعامی که مادر برای کودک معده داشته باشد، اگر مادر خاییده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارن، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتون که گرفتین، سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اونی که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باک ندارد. یا اینکه کحل میگد، اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد، وای خودش قوت خچه میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فیتر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و ایلا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین، این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک معده دارد که کودک شیرخواره است، و همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوعی هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می شود و شیر خودش حدش کم می شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیر دهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چیکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه بوایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد، اینا فدیه نمیدهند.
پای پیاده شهر نیست. اگر با سمالیات میره، با مرسدس میره، با چیزی میره، همین 120 کیلومتر طی کردی تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعدن چیکار میکنن؟ همان 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیه هستی. خدا فرمان داده است در سوره نیسا، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو با ماشین میره، با اسب میره، پیاده میره، فرقی ندارد. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما بجا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب. اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم، مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخرید، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلتون نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکام. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیاریت است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود. اگر شخص بیمار می شود، میگه بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگه صاحب مسئله میگه شرط کرده شده است این که به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت می شود، مثال یا 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخورد. بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنن؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه شه بتن. اون 5 روز بیماریش نه در اون حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزش چیکار میکنن؟ فدیه شه میدن، خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادا در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوچیدش هم چکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره‌ای که در مرده ها میکنیم، اگر چنده که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم های دوچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین دامله ها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب این، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد، این بدعت است، این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچو، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو 1 تن گندم در همونجا بگذاری دوره بکن، باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد: و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی، پاداشت نیکی است.